بچه‌ها سن تزریق واکسن HPV به 9 سال رسیده. یعنی الان تو کل دنیا سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که همه بچه‌ها تو سن 9 سالگی باید تزریق کنن. و یه قضیه دیگه که متاسفانه توی کشور ما جا افتاده به اشتباه، اینه که آقایون فکر میکنن که اصلا نباید واکسن بزنن یا اصلا اونا دچار این بیماری نمیشن، در صورتی که آقایون 70% احتمال انتشار این بیماری از طریق بدنشون به بدن خانوم هاست و خانم ها فقط 40% احتمال انتقال این بیماری از بدن خودشون به بدن آقایون رو دارن. پس لطفا آقایون عزیز شما هم حتما اقدام کنید برای تزریق واکسن و همه خانوما تو هر سنی که هستن به غیر از کسایی که حالا تو سن یائسگی هستن حتما برای تزریق این واکسن اقدام